ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 39. таърихи аҳди қадими партҳоро мухтасар намуда ба сари он бармегардем ки пуштибонӣ ва иҳёи тамаддуни ориёӣ бар дӯши давлати навхези парт یا خود پرفی افتاده سنت‌های دولتداری و عنعنه دیرینه هخامنشیان به خود وارثی ارزنده پیدا نمود. اشکانیان پارت نام و نسبشان را به شاه هخامنشی اردشیر دو که پسری دارای دو بود نسبت داده خود را دوام دهنده قانونی سلاله هخامنشیان حساب می کردند. همچنین از روی بعضی روایت‌های میفالاگی و فرض و تخمین ابوریحان بیرونی گویا نسب اشکانیان از قهرمان اساطیری ایرانیان سیاووش آغاز می‌یابد، ولی در اصل این فرضیه ها به حقیقت تاریخی راست نمی آیند. به قول حسنی پیرنیا در وجه برآمدی نام سلاله اشکانیان بعضی عالمان عقیده دارند که محل اقامت خانواده اشکانی در آساک بود و این اسم از نام محل مذکور آمده. آساک را به کوچانی حالیه تطبیق می کنند. برخی می گویند که اشکانیان خود را ارشک نامیده اند تا نسب این سلسله را به اردشیر دومی هخامنشی که نیز نامش ارشک بوده برسانند. تاریخ نگاران عهد اسلام از جمله ابن البلخی نیز از اولاد دارا بودن اشک را تأکید نماید هم آید به تفصیلات دولتداری سلاله اشکانیان معلومات مفصل نآورده است. به قول او در نسب این اشک میان نسابه خلاف است، چنان که در باب انساب یاد کرده آمده است و بعد از ذوالقرنین بیرون آمد و پیغام فرستاد بر جمله ملوک و طوایف که ما همه از یک خانه ایم و ما را با شما هیچ خلافی نیست و هر کسی ولایتی دارد او راست. اما معلومی شما باشد که این رومیان با خاندان ما چی کردند. اکنون من بدان قناعت کردم که اینقدر ولایتی که خاندانی موروثی من است از دست انتخن و رومیان بیرون آرم، با شما بندم که قصد شما و ولایتی شما نکنم و شما بیگار کاری بیموز و خراج نخواهم و بدان قانع باشم که حرمتی من نگاه دارید و یاری دهید تا این خصمان برداریم. و همگان را این سخن موافق آمد و بر این قاعده عهد بستند و او را مدد دادند. و انتخن لشکری بسیار داشت و از هر دو جانب حرکت کردند و به اعمال موصیل هم رسیدند و ایزید تعالی اشک را ظفر داد و رومیان را بشکست و خلایق بی اندازه را بکشت و انتخن کشته شد و آن ولایت اشک را صافی ماند و با دیگر ملوکی طوایف بساخت و قصدی هیچ کس نکرد و همگان او را معظم داشتندی و مقدم دانستندی و نامه و سخنی او را حرمت نهادند. به حکم آن که از نژاد پادشاهی بزرگ بود و میانه مملکت او داشت و این قاعده اشکانیان و اردوانیان و میان ملوک طوایف تا آخر عهد ایشان مثمر استوار بود و اگرچه اطاعت کلی نمی داشتند
از متابعت و موافقت ایشان عدول سرپیچی ننمودندی. ولی از روی تحقیقات مورخان توانای زمانی ما، گنیالوگی سلاله اشکانیان و تفسیرات مورخان عهد اسلام موافقت نمی کند و از حقیقت تاریخی دور است، زیرا دارا و اردشیر از نسب پادشاهان هخامنشی بوده، بعد او زمام دولتداری در قلمرو هخامنشیان قریب 2 عصر در اختیار وارثان اسکندر مقدونی و سلجوقیان بود و مورخان عهد اسلام دوره پادشاهی وارثان اسکندر سلجوقیان را قریب ذکر ننموده، سلاله اشکانیان را به نسل دارا نسبت دادند. ولی در اصل نام سلاله اشکانیان مطابق معلومات اکثر محققان غربی و شرقی از نام سرآمد این سلاله ارشک، شکل یونانیش ارسک، گرفته شده است. پادشاهان من بعده اشکانی نیز به نام خود اسمی بنیادگذاری سلاله ارشک را افزوده، خود را دوام دهنده نسبی او می شمردند. از روی اخبار سرچشمه های به حقیقت نزدیک، ارشک با مدد قبیله پرنهای کوچمنچی حاکمی قانونی پارت اندرگار را که دست نشانده سلجوقیان بود سرنگون کرده، تقریبا در سال 247 تا میلاد به سلاله اشکانیان پارت اساس گذاشته است. اندرگار که تا شورش ارشک واری قانونی سلجوقیان پرفیا و گیرکانیا بود، بعد اوج گرفتن ضدیت بین وارثان سلجوقیان و کاهیدن اقتدار دولتداری آنها خود را حاکم مستقل اعلان نموده، به نام خود تنگه های طلایی و نقرگی سکه می زند. ولی مدت سلطنتی او چندان طول نمی کشد، زیرا ارشک یک با دستگیری اشخاصی صاحب نفوذی محلی و قبیله های کوچمنچی پرنها به مقابل اندرگار برخاسته او را نابود می سازد و دولتی صاحب استقلال پارت را تأسیس می دهد. از روی عقیده دیگر، ارشک اصلا از باختر است و بر ضد خواجه هایش حاکمان یونانی آشوب برداشته سوی غرب رفت تا که پادشاهی مستقل خود را تأسیس دهد. اشکانیان در همسایه کشوری دولتی یونانی اساسی باختر بر ضد سلاله سلجوقیان شوریده به دولتی صاحب استقلال پارت بنیاد گذاشتند. در این تلاش های استقلال خواهی سلاله اشکانیان را کوچمنچیان آریایی دخها داییها علال خصوص یک شاخه قومهای اساسی آن پرنها دستگیری نموده، برای قامت افراختن نخستین دولتی آریایی های تورانی مساعدت نمودند. از میان عقیده های مختلف اکثر محققان و تاریخ شناسان فرضیه پمپی تراک و اریان را می پسندند که موافق آن ارشک بنیادگذاری دولت پارت حساب می شد. این قضیه را اکادمیک باباجان غفوروف مقایسه و تفسیر نموده اندیشه هایش را به طور زیرین بیان می نماید. از افتکار در میانه های عصر 3 پیش از میلاد ساتراپی پارت خواسته است از سلجوقیان جدا شود. در همین دوره از سلجوقیان باختر جدا شده است. ماخذها روایت می کنند که در پارت حاکمیت را ارسک به دست گرفت. به قول استرابان اصلی نسب وی از کوچمنچیان دخ یا خود پریدخ ها بوده است. بعضی ها عکس این را می گویند. گپش را ادامه می دهد استرابان و او را باختری می شمارند که برای خلاص شدن از قدرت روزافزون دیادات و وارثان وی در پارت اسیان کرد. یوستین خبر می دهد که ارسک
شخصی بیزاد ولی با شجاعت بود و به ساتراپی پارت در افتاد، بر او غالب آمد و بر خلق پارت حکمران شد. عقیده سیوم که خیلی مفصل است به آریان پارفیکا فقره 1 تعلق دارد. دو برادر ارشک و تیریدات از ساتراپی سلوکیان حقارت شنیدند. پس از این 5 شریک خود را به یاردم جیغ زده تحقیر کننده خود را کشتند و خلق را به شورش تحریک کردند. با وجود اندیشه های مختلف مورخان عهد قدیم، اکثر تاریخ نگاران قرن ما از جمله بابا جان غفوروف بر آن عقیده اند که بنیادگذاری سلاله پادشاهان پارت ارشک بوده. نام این سلاله در سرچشمه های مورخان غربی به شکل ارشکیان و در سرچشمه های شرقی به شکل اشکانیان ذکر شدند، ولی نوابسته از تاریخ نگاران عهد ایلینی از خرابه های شهر نیسای کهن که با نام مهردادکرد شهرت داشته به قول قرارگاه پادشاهان پارت بود، یک چند حجت یادگاری به دست آمد که آنها سنه انیقی به تخت نشستن شاه نو و گذشتگان او را با نامهایشان ذکر نمودند. در اساس این حجت ها و مقایسه آن با حجت های عهد نوی بابوری زمان سلوکیان، مورخان و نسب شناسان گنیالوگیای شجره 11 شاه پارت را معین کردند. در حجت های نیسای کهن نام های شاهان پارت فریاپاتی، میتریداتی 1 یا 2، گاترس 1 و غیره ذکر شدند که این دلیل ها برای انیق کردن شجره پادشاهان پارت مساعدت نمودند. باید گفت که از شهرستان نیسای کهن و نیسای نو که در فاصله 18 کیلومتر دورتر از شهر امروزه اشقاباد واقع است، ضمن حفریات باستان شناسی که سالهای 1940-1960 تحت سروری عالم نمایان شوروی مسان صورت گرفته بود، خیلی موادهای نادر آید به تاریخ و تمدن عهد پادشاهان پارت به دست آمدند. باقی مانده های دیوار قلعه، خرابه معبدها، قصرهای محتشم دارای تالارهای بزرگ، اسبابهای زیب و زینت، یراق و اسلحه، اسبابهای روزگار و غیره از جمله بازیافتهای این دو شهرستان قدیمه می باشند که از رواج و رونق صنعت معماری و شهرسازی گواهی می دهند. قلعه نیسای کهن، قصرهای پادشاه از جمله عمارتهای خواجگی، عبادتگاه‌ها، بینای سربازان و منزل اشرافان را در بر می گیرد. طرح قلعه 5 گوشه بوده، اطرافش دیواری مستحکمی داشت که قفسی پایه آن به 9 متر می رسد. در گوشه جنوبی گلدسته عظیمی بود که وسعت بالای آن 35 بر 35 متر بود. خود همین گلدسته استحکام مکمل یکی از قسمهای اساسی مدافعه قلعه بود. در میان جای قلعه تالاری نهایت بزرگی 4 کنجه‌ای بود که 400 متر مربع وسعت داشت. در مابین تالار 4 ستون خشتی می ایستاد که تنه هر یکی آنها گویا از 4 نیم ستون ترکیب یافته بود. در گرد و اطراف دیوار تالار قطاری نیم ستون ها می نمود. قبط دویومی دیوار تالار نیز نیم ستون ها داشت و در مابین هر یک دو نیم ستون در تاقچه ها هیکل های کلانی از قد آدم بالاتر گیلی می ایستادند. قبط دویومی دیوار با رنگ سرخی بلند انداوه شده، نقش و نگاری بسیار دارد و زرحلکاری شده است. فرش تالار گچی، سقفش تختگین،
در مابین روزنه‌ای دارد که یگانه منبع روشنی می باشد. هر کسی که به این تالار می در آمد ستون‌های با صلابتی گویا به فلک سرکشیده، مجسمه‌های نظرربای بدیل هراس‌اندازنده، شوکت و شکوه نقش و نگار و رنگ و بار آن را دیده مات و مبهوت می شد. در بین معماران و باستانشناسان مباحثه می رود که این تالار چی بود؟ بعضی ها می گویند که این تالار عظیم قبولگاه پادشاهان پارت می باشد. دیگر گروه متخصصان طرفداری چنین عقیده‌ای به حقیقت نزدیکتر می باشند که تالار مذکور معبدی عظیمی آتش است که به یادبودی اجدادان خداگشته ساخته شده است، یعنی یک نوع آثار معماری دینی می باشد. بازیافتی بسا مهمی که از ضمن نسای کهن دسترس شده است، بایگانی کلان حجت‌های خطی زیاده از 2500 سفال پاره نوشته شده آسترکان می باشد که هنگام کافت و کاوی انبار شراب نگهداری به دست آمدند. در این حجت‌ها ظاهراً دخل و خرج شراب، مقدار آن، نام تاکزار و نام ملک، نام و عنوان شرابکش، سنه آوردن شراب، نوع شراب و غیره نشان داده می شد. این گونه حجت‌های مفصل در دوام 70 سال ترتیب داده می شد. غیر از این حسابات عمومی، روی خطها و برای شرابگیری طلبنامه ها یافت شدند. نوشتجات روی سفال پاره ها که با رنگ سیاه در روی خمهای شراب نگهداری ثبت شده اند گواهی می دهند که پارت ها طرز نگارشی آرامی را استفاده می بردند. به عقیده زبانشناسان از بس که زبان پارتی از زبان آرامی فرق داشت، برای افاده آن علامت‌های دیگر نیز لازم بود. بنابراین به خط آرامی یک نوع تغییرات وارد نمودند که در نتیجه تخمیناً در عصر 2 میلادی خط پهلوی به وجود آمد. ناگفته نماند که دوره دولتداری پارتها کمابیش قریب 500 سال ادامه یافته، از سال 247 پیش از میلاد تا سال 224 میلادی در شمار یکی از ایمپریاهای توانای آریای نژادان باشد هم تاریخ نویسان عهد قدیم و عصر میانگی ایرانی از آن کم یادآور شدند. سبب اصلی این قضیه از دشمنی و رقابت شدید سلاله ساسانیان ایران با سلاله اشکانیان پارت سر زده است. ساسانیان در عهد اردشیر بابکان به جای پارتها به سر قدرت آمده با ایمپریای توانای آریایی های ایرانی بنیاد گذاشتند. سلاله ساسانیان اصلاً پارتهای اشکانی را قومی بیگانه دور از دوده شاهنشاهان نامور و غصب کننده تخت و تاج هخامنشیان نامیده خود را هم نسب، وارث قانونی و میراثبر حقیقی شاهنشاهان پیشگذشته هخامنشی می شمردند. اشکانیان باشند چنان که در بالا گفتیم نسب نامه خود را به پسری دارای 2 اردشیر 2 هخامنشی که نامش ارشک بود رسانیده، خود را ادامه دهنده دولتداری هخامنشیان و وارث آنها می دانستند. و ضدیت دیرینه ایران و توران که تفصیلاتش در باب گذشته آمده بود، در مثال نمایندگان سلاله اشکانیان و ساسانیان ادامه یافته در جریان تاریخ با شکل و شیوه مختلف ظاهر شده است. سلاله ساسانیان در اصل میراثبر و ادامه دهنده آیین دولتداری اشکانیان و وارث حقیقی تمدن آریایی باشند هم کوشش می کردند که مقام شایسته تاریخی و خدمت‌های ارزنده سلاله اشکانیان را
در پشتیبانی دولت و دولتداری و فرهنگ و تمدن آریایی نژادان کم بینند. گذشته از این، بر اثر خصومت دیرینه میان ایرانیان و تورانیان، نقش تاریخی آنها را انکار نموده با هر واسطه حرکت کردند که نام و نسب شاهان اشکانی را به باد فراموشی دهند. حتی بزرگترین داننده تاریخ شاهنشاهان عهد قدیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه پس از انجام قصه پادشاهان کیانی و ذکر سرنوشت دارای داراب و اسکندر ذوالقرنین در نگاشتن تقدیر تاریخی سلاله اشکانیان همگی 22 بیت آورده است و بس. شاید سبب این قضیه در زمان فردوسی بسا کمچین بودن معلومات آید به سلاله اشکانیان باشد، وگرنه فردوسی با فروتنی عرض نمی کرد که از شاهنشاهان اشکانی بجز نام چیزی نشنیده است و در نامه خسروان نیز از روزگار آنها چیزی نخوانده است. کنون ای سراینده فرتود مرد، سوی گاه اشکانیان بازگرد. پس از روزگاری سکندر جهان، چی گوید کی را بود تختی میهان؟ از این گونه بگذشت سالی 200، تو گفتی که اندر جهان شاه نیست. نخست اشک بود از نژادی قباد، دیگر گورد شاپوری فرخ نژاد. دیگر بود گودرز از اشکانیان، چو بیژن کی بود از نژادی کیان. چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهان دیده تاریخشان. از ایشان بجز نام نشنیده ام، نه در نامه خسروان دیدم. در اکثر سرچشمه های عهد اسلام واقعاً فاصله پادشاهی از زمان اسکندر مقدونی تا به سر قدرت آمدن ساسانیان اختصار شده است. مورخ و واقعه‌نگار عرب مسعودی در رساله کتاب التنبیه و الاشراف آید به تاریخ عربها، تاریخ ایران باستان، روم و خلقیت و دینهای مختلف معلومات داده ذکر می کند که ساسانیان تاریخ بین اسکندر مقدونی و اردشیر بابکان را که سلاله اشکانیان را سرنگون نموده است قصداً کوتاه کرده فاصله 510 سال را تقریباً نیم برابر کم نشان دادند. این قضیه به قول مسعودی از روی عقاید آخرت شناسی زردشتیان که گویا پس از 1000 سالی رفتن زردشت حاکمیت آریاییان خاتمه می‌یابد سر زده است. از بس که این 1000 ساله به عهد ساسانیان راست می آمد، آنها به خاطر فریفتن قسمت به تحریف تاریخ و اختصار سال شماری دست زدند. ابو ریحان بیرونی نیز در آثار الباقیه آید به تاریخ ایرانیان از زمان اسکندر تا ظهور اردشیر بابک رو آورده این خطا را پی می برد و ضمن مقایسه چندین اثرهای تاریخ نگاران جدولی قریب مکملی خاندان پادشاهان اشکانی را می آرد. به قول او اما قسم دوم از تواریخ ایران و آغاز اسکندر است
تا قیام اردشیر ابن بابک و در این مدت ملوک الطوایف یعنی ملوکی که اسکندر ایشان را در مملکت‌های فتح کرده خود حکومت داده بود و هیچ کدام از یکدیگر فرمان نمی بردند حکومت کردند و دوره سلطنت اشکانیان که بلاد عراق و ماه یعنی جبال را مالک شده اند در قسم دوم داخل است و اشکانیان یکی از ملوک الطوایف بودند و دیگران ایشان را اطاعت نکردند و فقط برای اینکه از خانواده ایرانیان بودند ایشان را تعظیم و تکریم می نمودند. چنانکه سرسلسله ایشان اشک بن اشکان که لقب او افغورشاه بن آسای کنار بن سیاووش بن کیکاووس حساب می شود. بعضی از مورخین ایران میان دوره سلطنت اسکندر و اولین پادشاه اشکانی را به هم متصل نموده نقصان فاحش صادر کردند و بعضی میگویند که اشکانیان پس از اسکندر به حکومت رسیدند و بعضی دیگر از مورخین به هیچ گونه شناسایی حقیقت این قولها را به هم مخلوط نمودند و من آنچه را که از گفته ایشان واقف شده ام برای خوانندگان حکایت می کنم و به اندازه طاقت خود در اصلاح فاسد و ابطال باطل و تحقیق حق جهد و کوشش می نمایم. سپس ابو ریحان بیرونی در یک چند جدول نام پادشاهان اشکانی، لقب ایشان، مدت سلطنت هر کدام آنها را آورده آن را با سرچشمه های تاریخی و آثار دیگر مورخان از جمله کتاب تاریخ بزرگان گذشته و فراموش شده حمزه ابن حسن اصفهانی، کتاب تاریخ ابوالفرج ابراهیم بن احمد بن خلف زنجانی، شاهنامه ابو منصور بن عبدالرزاق و غیره مقایسه می نماید و اختلاف میان آنها را آشکار می سازد. او علال خصوص به کتاب شاپرگانی مانی رو آورده و تصحیح تاریخ می کوشد و خطاهای مورخ موسی ابن عیسی کسروی را ثابت می سازد و سببهای سرزدن این خطاها را بیان می نماید و کاری که کسروی کرده این است که 266 سال برای مدت سلطنت اشکانیان کم کرد. یکی از آن سبب این است که احوال عمومی ایرانی ها در آن عصر خراب بود و مردم به واسطه عذابها و بدرفتاری های اسکندر و جانشینان او به خود آواره شدند و از همه چیز غافل ماندند. سبب دیگر این است که اسکندر هرچه از علوم مرغوب و صنایع بدی در ایران یافت همه را طعمه آتش گردانید، حتی اینکه مقداری زیادی کتب دینی را سوزاند و بناهای بلند را از قبیل ساختمانی که در استخر است و در عصر ما به مسجد سلیمان بن داوود معروف است خراب کرد و آتش زد و میگویند که هنوز از آتش سوزی در جایهای از آن بنا باقی است. شنونده های گرامی، شما گفتار 39 رو از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمخول، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.